اپیزود تنهایی چقدر فرق میکنه لامصب همه چیش. حالا تازه هم تنهایی هم نیست، تو هستی. شروع کنیم دیگه. ببین اول اینو معرفیش بکنم. میخواستم اول شعر بخونم بعد برم تو دله. سلام میکنم و همه بیننده‌های خفن کانال موری تاکس. امروز اومدیم با اپیزود دیگه در مورد رابطه و چالشاش. مهمون پشت صحنه این قسمت برنامه‌مون آقا سیناست. آقا سینا سلام علیکم. سلام. خب بله. یه چیزی قبل از اینکه بریم تو اپیزود بهتون بگم در مورد این دوستمون که اینجاست. چند روز پیش یکی از رفیقام اومده بود دفتر من، اینو برام کادو آورد. بهش گفتم که چرا اینو گرفتی؟ گفت که رفتم تو خوشحالی فروشی، به دکوراتیو فروشی ها میگفت خوشحالی فروشی. گفت رفتم تو خوشحالی فروشی اینو دیدم این چقدر شبیه توئه. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه هم هیکلش خوبه، تو به هیکلت خیلی اهمیت میدی، هم اینکه مغزش همیشه روشنه، تو هم مغزت همیشه روشنه. حالا اینو داشت به عنوان یک کنایه‌ای میگفت که مثلا من کسی هم که اوورتینک میکنم. حالا ما اینو آوردیم، احتمالاً بعد از این توی برنامه‌های ما هست. این نماد منه دیگه، این موری وایز اسمش. خب بریم یه ذره توی اپیزود ببینیم که چی شد که من اصلا تصمیم گرفتم این برنامه رو رکورد بکنم. اتفاقی که تو این چند وقته برای من افتاده منو به فکر واداشته که چی میشه که این اواخر یه مقداری رابطه ها سخت‌تر شکل میگیرن، چی میشه که خیلی زود از هم میپاشن. من یه پسریم نزدیک به 30 سالمه، الان 29 سالمه و خب معلومه که احتمالا یه مجموعه‌ای از روابط رو داشتم تو این سالها که طبیعتاً به شکست انجام میده که الان من اینجا سینگلم دیگه. ولی من بعد از اینکه هر رابطه تموم میشه میشینم به این فکر میکنم که چی شد که این رابطه تموم شد، چه اتفاقاتی توش افتاد. نه فقط برای من بلکه برای بسیاری از دوستای همسن و سال من هم به تازگی در رابطه رفتن و رابطه حفظ کردن خیلی خیلی سخت شده. حالا من نشستم به این چیزا فکر کردم و نتیجه شده این اپیزود که با همراهی سینا میخوایم ببریمش جلو. خیلی خوش اومدیم. سلام به شنوندگان و بینندگان موری تاکس. چون من خودم عادت دارم که پادکست تو رو شبا موقع خواب گوش بدم. به نظر من برای اینکه خیلی طولانیش نکنیم بیایم سریع بریم تو بحث. مرتضی نظرت در مورد سوشال مدیا چیه؟ کلا خودت هم داری توش فعالیت میکنی. اول میخوام نظرتو در مورد چه استفاده و ابزاری، چه استفاده میکنی ازش، چه ابزاریه برای تو این روزا؟ ببین تقریبا جوابی که میخوام بهت بدم و سینا خودت دادی. از نظر من سوشال مدیا یه ابزاره. حالا این ابزاره برای هر کسی یه تعریفی داره دیگه. هر کسی از این ابزار به یک هدفی استفاده میکنه. یکی برای مثلا توسعه کسب و کارش داره استفاده میکنه، یکی برای پرسونال برندینگش داره استفاده میکنه، یکی صرفا لحظه هاشو با یک کامیونیتی داره به اشتراک میذاره. حالا اینا میتونن کوچیک باشن، خانواده‌اش باشن، دوستای نزدیکش باشن، میتونه بزرگتر باشه. ولی بحثی که وجود داره اینه که از نظر من سوشال مدیا در حال حاضر یه سری چالش داره برای رابطه ها، چون صحبت از رابطه است دیگه، برای رابطه ها به وجود میاره. به خاطر اینکه بچه‌ها قیمه ها رو دارن میریزن تو ماستا دیگه. یعنی تو متوجه نمیشی که هدفشون از فعالیت تو سوشال مدیا چیه. چیزی که خیلی به همه ما لذت میده این توجه جلب کردن است توی سوشال مدیا. این لایک گرفتنه، کامنت گرفتنه و اون دوپامین تایید شدنیه که به ما میده. ولی یکم اگه توش عمیق بشیم احتمالا متوجه میشیم که این دوپامینه داره یه مقدار به رابطه ها آسیب میزنه. حالا آسیبه کجاست؟ من توی این اپیزود میخوام یه کوچولو از تجربه های شخصیم بگم دیگه. ببین یه حس خیلی بدی به من میده وقتی که مثلا من وارد یک رابطه میشم و میبینم که پارتنر من حتی بعد از اینکه یه مقداری از اون رابطه گذشته داره همچنان در سوشال مدیاش به هدف غیرکاری صرفاً برای جلب توجه یه سری آدم همچنان به رویه قبلش و سینگلیش ادامه میده. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه ببین شاید خیلی نیاز به تعریف نداشته باشه واقعا سینا، جفتمون میدونیم یعنی چی. اون تایپی از عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهایی که تو شیر میکنی برای اینکه زیباییت رو به رخ خیلیا بکشی، اینا به نظر من به پارتنرها حس ناامنی میده. این یکی از اتفاقاتیه که در حال حاضر تو شبکه‌های اجتماعی باعث از بین رفتن رابطه ها میشه. یه داستان اینه و یه داستان دیگه هم همین ماجرای فیک دوپامین است دیگه.
من بعضی وقتا با خودم میشینم فکر میکنم، میگم ببین آیا واقعا ارزش اینو داره که تو یه سری لایک و کامنت بگیری بعد در ازاش حس بدی به پارتنرت بدی؟ این واقعا یه سوالیه که برای خودم وجود داره ها. بعدم ببین حقیقت اینه که اینا بخش زیادیش فیکه. یعنی طرف مثلا میاد یه چیزی رو به اشتراک میذاره، بعد نتیجه به اشتراک گذاشتن اون میشه این حسه که فکر میکنه ببین همه و دیدن چیزایی که دیگران میذارن باعث میشه که اون از چیزی که خودش داره عقب بیفته، یعنی نتونه ازش لذت ببره. همیشه تو فکر این باشه که یه چیز بهتری وجود داره تو سوشال مدیا، چون ما همیشه لحظه های خوبمون رو به اشتراک میذاریم دیگه، یا خیلی ها لحظه های خوبی رو فقط واقعا برای یه لحظه میسازن که اونو با دیگران به اشتراک بذارن. یه دوستی تعریف میکرد، میگفت ببین فلانی با فلانی کات کرد، دختره پاشد رفت دبی، به خرج خودش رفت دبی، اونجا برای خودش یه دسته گل گنده خرید و با اون عکس گرفت گذاشت توی سوشال مدیاش که فقط هم پسره رو بسوزونه، هم مثلا به یه سری این حسو بده که وای من چه آدم با ارزشیم که مثلا منو میبرن سفر خارجی و دسته گل فلان برام میخرن و اینجور چیزا. حالا یه نفر اینو میبینه و بعد این شکلیه که خب من چرا ندارم، رابطه من چرا این شکلی نیست، چرا به اینجا نمیرسه. به نظر من یکی دیگه از اون ماجراها اینه. و مسئله بعدی این که ببین یه توهمی تو آدما به وجود میاد، این که من با یک دکمه میتونم پارتنرم رو جایگزین کنم. این نتیجه اون همه توجهیه که تو سوشال مدیا طرف میگیره. هر کاری بکنی به نظر من نمیتونی منکر این ماجرا بشی که سوشال مدیا روی ذهن آدما در مدیریت رابطه های امروزی تاثیر میذاره. به نظر من باید یه کمی بازنگری کنیم و آگاهانه تر توش اقدام بکنیم. واقعا من خودم میگم از رفتارهایی که خیلی‌ها تو سوشال مدیا دارن انجام میدن، حتی هنگامی که تو رابطن، حس خوبی نمیگیرن. ببین یه حرف قشنگی زدی، گفتی که آدما تو اون جایی که دارن توجه میخرن اون چیزی که دارن رو از دست میدن. یه مثال کلیشه‌ایش اینه که طرف مروارید داره توی جیبش، دلا میشه یه $1 برداره، تمام مرواریدها از تو جیبش میریزن بیرون و همشون رو از دست میده. من حس میکنم که اگر ما بخوایم اینجوری به سوشال مدیا نگاه بکنیم که خب ما عکس نذاریم، استوری نذاریم، پست نذاریم، خب خیلی ها الان دارن رابطه هاشون رو توی سوشال مدیا شکل میدن. یعنی یکی از راههای پیدا کردن پارتنر اینه که آقا من اونجا فعالیت کنم و پارتنرم رو پیدا کنم. این مرز باریک پس کجاست که وقتی که من پارتنر دارم اون موقع باید چه رفتاری بکنم؟ تا قبلش که من دنبال یک پارتنریم، حتی اگر به دروغ بگویم که دنبال پارتنر نیستم، ولی خب وقتی که میری تو پارتنر، آیا آدم باید چه استوری بذاره؟ آیا اصلا میشه براش چارچوب گذاشت؟ یا اینکه نه ما توی چون ترند این روزای سوشال مدیا اینه که ماها یک سری انسان آزادیم که هیچ گونه چارچوبی نداریم و آیا این مغز دهه 70 ماه که دنبال چارچوبه یا نه واقعا تو میتونی بدون هیچ قید و شرطی حتی وقتی که پارتنر داری تو سوشال مدیا رفتار بکنی؟ دوست دارم نظر تو رو هم بدونم در مورد این. ببین ته ماجراها نظر شخصیه دیگه، بذار آزاد واقعا نظرمو بگم. یه تجربه باحال بذار برات تعریف کنم. یه بنده خدایی من باهاش چند وقت دیت کردم. بعد اولین چیزهایی که من توی سوشال مدیا طبیعتاً از این آدم میدیدم، توی حالا هم تردزش هم اینستاگرامش، میدیدم که از نظر حالا پوشش خیلی اوپنی که مثلا لب استخر با بیکینی عکس داره و اینجور چیزا. بعد یه کوچولویی خب اول برای من این ماجرا یه کمی عجیب بود، ولی خب اینجوریه که خب اوکی خیلی دارن این داستانه رو، شاید من باید ذهنمو یه کمی بازتر بکنم. بعد باحاله. ببین من با این آدم وارد رابطه شدم، یعنی داشتیم دیت میکردیم و اینو از نزدیک دیدم، یعنی توی فضای خصوصی هم اینو ملاقات کردم. بعد خیلی برام یه پارادوکسی جذاب و جالب بود، یعنی جذاب که صرفا جالب بود. این که ببین اونجا اصلا در حقیقت
پوششش و رفتارش به راحتی چیزی که توی شبکه‌های اجتماعی نشون میداد نبود و من اونجا برام واقعا یه سوالی به وجود اومد که چرا باید این شکلی باشه. تو هدفت از گذاشتن اون عکس دقیقاً چیه؟ تو که الان که داری منیو که دیت میکنی، الان منو طبیعتاً به عنوان یه گزینه محتمل انتخاب کردی دیگه، پس الان باید زیباییاتو به من نشون بدی. چرا زیباییاتو به من نشون نمیدی؟ یعنی چرا نسبت به من یک گاردی داری 10 برابر چیزی که تو اینستاگرام به مثلا اون آدم به 2000 نفر داری نشون میدی؟ این برای من یه سواله. واقعا نمیدونم مرزبندی این ماجرا کجاست. خب خیلی به فرهنگ آدما هم برمیگرده. ببین در کل که ماها یه فرهنگ ایرانیزه‌ای داریم، یعنی به قول علی اجاقی آشی شده چیزی که الان داره اتفاق میفته. ماها متاسفانه تو ایران اول یه سری چیزا میاد، بعد فرهنگش آیا بیاد آیا نیاد. و ببین همین الان که با هم صحبت میکنیم شبکه‌های اجتماعی فیلتره دیگه. وقتی فیلتره و قدغنه، فرهنگ چی؟ ما مثلا حضورمون اونجا یه کار غیر قانونیه. وقتی که رابطه دختر پسر تو ایران اومد که قدغن بود. همیشه همین بوده توی ایران. تا همین الانش هم قدغنه. توی ایران همیشه یه چیزی از غرب میاد که اولین رفتار جامعه و حکومتمون اینه که اول روش سرپوش بذاره و قدغنش بکنه. یعنی چون از غرب اومده، از سوشال مدیا بگیر، از روابط دختر پسر بگیر، از پت داشتن، از سگ داشتن، از گربه داشتن، اول ممنوعش میکنه، بعدن خود ماها باید بریم دنبال قوانینش بگردیم و پیدا بکنیم قوانینش رو. خب مثلا من میگم که اوکی، من که دوست اروپایی ندارم، من که دوست آمریکایی ندارم، ببینم رفتارش رو برم بسنجم با رفتار پارتنرم، با رفتار خودم، ببینم اونا دارن چی کار میکنن. هر چقدرم که من بخوام شبیه اونا بکنم خودم رو، باز هم در نهایت من توی یه فرهنگی دارم زندگی میکنم که اون قانونایی که اون چارچوبایی که اونا توی فرهنگشون دارن نمیخونه به چارچوبای ما. اصلا نمیشه پیادش کرد. و خب ما مجبوریم که خودمون با دست و پا زدن و با جنگیدن اون چارچوب رو پیدا کنیم یا یه چارچوبی برای خودمون ایجاد بکنیم. من حس میکنم از این حرفی که تو زدی خیلی الان یه حس عجیبیه که من پشت دوربین دارم حرف میزنم و تصویر روی تو داری سر تکون میدی، ولی این برای شنوندگانه نه برای بینندگان. من چیزی که حس میکنم الان این روزا آدما بیشتر دارن روی ویترین خودشون کار میکنن تا اینکه روی درون خودشون. چون ببین سوشال مدیا میشه ویترین ما که من اونجا یه آدم اوپنی ام، من اونجا فروغ فرخزاد میخونم، نمیدونم سعدی بلدم بخونم، فردوسی. بعد میای تو واقعیت شب یلدا میشه، میگیم خب تفاعل زدیم برامون بخون، شما استوری میذاری برای ما و واقعا یارو نمیتونه بخونه. این میشه همون تناقضه که ما داریم. حالا به نظر تو الان چند درصد آدما، چند درصد استوریایی که ما داریم میبینیم نظر شخصیه همشون ویترینه؟ یعنی به نظر تو چند درصد ویترینه این قضیه؟ ببین چند وقت پیش یه رفیقی گفتش که کسی که عکس در حال کتاب خوندن میذاره به احتمال قریب به اتفاق اصلا در حال خوندن اون کتابه نیست. خب به خاطر همین من نمیدونم بعضی این عادت دارن که کلن از لحظاتشون مستند میسازن ولی کلیت تجربه شخصی میموده که واقعا اون لحظاتی که داشته بهم خیلی خوش میگذشته اصلا حواسم به گوشی نبوده. اصلا یادت نبوده عکس بگیری که استوریش کنی؟ اصلا یادم نبوده عکس بگیرم استوریش کنم. اولا که تو منطق من خب خیلی جایی نداشته که مثلا الان یه رستورانی هستیم عکس از این میز غذا بگیرم. اولا که این تو ذهن من منطق نداره، موضوع اول. ولی حالا نمیدونم بعضی برای یادگاری اینو میگیرن. من اینجام که خب برای یادگاری میگیری برای خودت نگه دار دیگه، چرا به اشتراک میذاری؟ حالا به اشتراک میذاری توی پروفایلی که 50 نفرن، 100 نفرن، 200 نفرن، اوکی، ولی دید واسه 10,000 نفر دیگه چرا غذا داری استوری میذاری؟ یعنی مثلا تو میخوری ما نمیخوریم. حالا در کل میخوام اینو بهت بگم، بیشتر اینایی که این سبک استوریا رو میذارن حقیقتا اولا به نظر من همیشگیشون نیست، یا اگرم میذارن یک هدفی دارن که از اون یعنی اون عکس رو میذارن دیگه. تحت هر دو حالت برای من خیلی ارزشی نداره و به طور کلی اینجوری هم که بخش زیادی از لحظه هایی که اینا به اشتراک میذارن لحظه هاییه که واقعا براشون خیلی
تکرار شدنی نیست احتمالاً و خیلی تلاش کردن که اینو بخوام بسازنش. نمیتونم بگم واقعی نیست، ولی من میگم صرفاً به اشتراک گذاشتنشون یه هدفی پشتشه. ببین نمیدونم، حالا شاید خودت بدونید، بعدا میتونیم اسکرین شات هم بذاریم. من یکی از دلایلی که اینستاگرام دیگه نمیرم و یه مدت هم تو و اطرافیانم از دست من شاکی بودین که بابا لعنتی داریم پست میفرستیم، ببین دقیقا همین بود که من میومدم آدما رو میدیدم و فکر میکردم که من چقدر عقبم، من چقدر تو روابطم، تو کارم، تو زندگی روزمرم این چیزایی که بقیه دارن رو ندارن. و برخوردم به یه آدمی که یه بلاگری بود که خب وقتی اینو نگاش میکردی میدیدی که این صبح که پا میشه داره اشغال میکنه تا شب. و من این آدم رو از نزدیک دیدم و دیدم که من زندگیم رو دارم بر اساس این آدم قضاوت میکنم. و اونجا بود که گفتم سینا اینستاگرام برای تو بسه. و نکته دومی که داشت این بود که من یه آدمی رو میشناختم که خب میدونستم پارتنر داره و به صورت موازی یه کلوز فرندی داشتش که اصلا مگه میشه آقا تو بعد بهش مثلا من بهش میگفتم بابا تو پارتنر داری چرا این کارو میکنی؟ دوستای معمولی من. به نظر تو این دوست معمولی واقعیه؟ اصلا میشه آدم دوست معمولی داشته باشه؟ دوست معمولی بستگی داره این دوست معمولیه رو چجوری حساب بکنی. مثلا من و مرتضی دوست معمولی پسر داشته باشیم یا دوست معمولی دختر داشته باشیم؟ نه دیگه جنس مخالف. آدم جنس مخالفش شد بیشتر الان درگیر و چالنجه تو اینستاگرام. مثلا یعنی طرف تو کلاس فرندش مثلا جنس دوستای مخالف معمولیشه، یعنی میدونی دوست معمولیاش بودن. من اینجوری بودم که خب اگه دوست معمولیتی که استوری معمولی بذار، چه نیازی به کلاس فرند هست. ببین بذار یه اعتراف پسرونه‌ای بکنم که البته این اعتراف فقط اعتراف من نیست، خیلی دیگه هم این حرفا رو میزنن، خیلی از پسرها خودشون این حرفا میزنن. این یه توهمه که به نظر من دخترها دارن که دوست معمولی پسر وجود داره. ببین ما پسرها اساساً به خاطر اینکه بسیار بسیار بیشتر از دخترها حواسمون به مسائل جنسی هست و برامون جذابه، اساساً تبدیل میشیم به یک سری موجودی که تو محوطه جریمه داریم همینجوری میچرخیم منتظریم یه پاس بدن بزنیم تو گل. برای همین اصلا دوست معمولی برای من تعریف نداره. یعنی دوست معمولی جنس مخالفی که دخترها فکر میکنن فلانی دوست معمولیشونه تعریف نمیشه، مگر در 2 حالت. یا طرف واقعا پسر گی باشه جدی، یعنی هیچ گرایشی نداشته باشه به جنس مخالف از نظر جنسی، یا هم این که اصلا تایپ هم نباشن، یعنی اصلا دختره تایپ پسره نباشه. اینجوری میخوام بهت بگم. داریم صحبتش رو داریم میکنیم. به نظر تو چند ماه، چند روز، چند ساعت، چند دقیقه باید از رابطه بگذره که تو دورتو خلوت کنی؟ نشونه های این که دورتو داری خلوت میکنی چیه اصلا؟ ببین ما اصطلاح پسرونه‌ای داریم میگیم که فلانی تو بارگیریه پروفایلش. یعنی اون لحظه‌ای رو میگیم که طرف داره سعی میکنه که یک سری آدم جدید و از جنس مخالف به اون شبکه اجتماعی خودش اضافه بکنه، اینا رو با خودش همراه بکنه، حالا در یک فرایند اینا رو الک بکنه و الا ماشاءالله. یه بحث اینه که کی خلوت بکنه. من حرفم اینه اون لحظه‌ای که وارد یک رابطه‌ای شدی و یک سری دیت جدی رو شروع کردی، حداقل رفتارت به ترتیبی باشه که آدم فکر نکنه که همچنان تو بارگیری. این مسئله اول. حالا این که کی طرف بخواد پروفایلش رو خلوت بکنه، خب خیلی به نظر من به شخص برمیگرده. من خودم پیش اومده که یه تایمی مثلا توی رابطه احساس بکنم خب دیگه من خیلی تعلق خاطر دارم به این آدم، بدون اینم که بخواد طرف چیزی به من بگه، ولی صرفا من به خاطر حس درونی خودم که اینجوری باشم که آقا من از نظر ذهنی دارم سرمایه گذاری میکنم روی آدم، پس بذار حداقل اون چیزایی که یا اون افرادی که احساس میکنم ممکنه یه کوچولوی حواس منو پرت بکنن یا قبلا خودشون یه سری پرونده نیمه باز بودن رو حذف کنم بذارم کنار. اونم ذهن خودم بوده برای اینکه خودم بتونم متمرکز تر باشم، کسی به هم نگفته. ولی میخوام بگم مثلا برای من شاید خیلی مدت زیادی
طول کشیده، شاید مثلا بیشتر از سال طول کشیده که من خودم تصمیم گرفتم یه تعداد زیادی آدم رو حذف کنم، یه تعداد زیادی دختر رو بخوام مثلا پروفایلم حذف کنم. ولی من بحثم اون اکت بارگیری است، اونو دیگه واقعا نباید داشته باشی. این نظر شخصی منه. طرف توجه میگیره تو رابطه و این کارا رو بکنه، برای من رد فلگه. یه وقت هستش که من واقعا هیچ توجهی نکردم، میدونی اون تامین نشده تو رابطه و طرف داره میره بیرون دنبالش. قربون صدقه طرف نرفتم، دورش نگشتم، وای چقدر خوشتیپی، وای چقدر خوشگلی. خب این یه چیز عادیه بین ما پسرها هم مرسومه که همون حرفی که تو زدی برای ما اون تیکه جنسیشه که اگر اون مهیا نشه میریم بیرون از رابطه دنبالش. و یه سوالی که برای من اینجور مواقع پیش میاد تو ذهن خود من اینه که من شاید بعضی وقتا در دسترس نباشم. آیا من باید 24 ساعته در دسترس باشم که تو این کارو نکنی، یا نه همین که من شب بیام خسته کوفته از سر راه تو رو ببینم و بگم وای چقدر خوشگلی بسه؟ میدونی این در دسترس بودنه برای تو چه جوریه به نظر تو؟ یا آدم باید 24 ساعته در دسترس باشه که کسی این حرفو بهش نزنه تو به من توجه نمی‌کنی؟ ببین بذار خب من یه بخشی از صحبت تو باید یه مخالفت ضمنی داشته باشم. من حرفم اینه، میگم اگر که تو توی رابطه ای در یک لحظه ای به این قطعیت رسیدی که هر چیزی در اون رابطه برای تو احساس تأمین شدن رو در حقیقت نمیاره، هر چیا جنسی، توجه، عاطفی، امنیت، هر چیزی که هست، نباید تو اون رابطه بمونی. این که تو توی رابطه باشی بعد بری بیرون دنبال تأمین یه چیزی که تو اون رابطه کمه، اولا من با این قسمتش کلا مشکل دارم. ولی میخوام بهت بگم که تعریف من مثلا از در دسترس بودن چیه. یه چیزی داریم به اسم چسبندگی به نظر من. ببین چسبندگی در حقیقت اینه که تو زیادی از حد همیشه همه جا حضور داشته باشی و حضوری که از تو نمیخوانش. یه سری از سوء تفاهمات تو همون چسبندگی اتفاق میفته. ولی اینکه مقدار اون چقدره یا در دسترس بودن چقدره، من واقعا نمیدونم این متر و معیارش دقیقاً کجاست و چقدره. بریم سر این که تو میگی که نمیدونی و کسی که نمیدونه چه شکلی میتونه به این دونسته خودش اضافه کنه. تو نمیدونی من باید چقدر در دسترس باشم. یه وقت هستش میگن که تو اگر زیاد در دسترس باشی طرف پررو میشه و دیگه نمیبینتت. یه وقت کم هم در دسترس باشی طرف میگن که نیست، هیچ وقت نیست و رو تو حسابی باز نمیکنه. و این ندونستنه واقعا منو بعضی وقتا دیوونه میکنه که خب پس الان وقت وارد رابطه شدن نیست، من حتی نمیدونم چقدر باید در دسترس باشم. ببین به نظر من این شکلیه که تو یه داستانی داری، این که وقتی که پارتنرت میخواد در دسترسش باشی، یکی اون داستانیه که طرف نمیخواد و تو خودتو داری میچپونی تو زندگی اون آدم. خب و این خیلی به شخصیت ها فرق میکنه، یعنی به شخصیت طرف مربوط میشه. ما یه سری واقعا شخصیت داریم، من نمیدونم، خب روانشناس نیستم ولی اونجوری که میدونم بهشون میگن اجتنابی. درسته. من تجربه اینو داشتم که با یه سری پارتنری رفت آمد داشته باشم که واقعا توجه کردن زیاد من به اونها احساس خفگی بده. توجه کردن زیاد یعنی چی؟ یعنی این که مثلا میخوام بهت بگم من وسط روزم بعد دلم برای طرف تنگ میشه و یه حسی تو به وجود میاد، بعد گوشیمو برمیدارم برای طرف یه فنجون قهوه سفارش میدم، بره محل کارش، بره خونش، بره هر جایی که اون لحظه هست. این توجه اون آدم پذیرای این نیست وقتی چند بار اتفاق میفته. متوجهی؟ یعنی این توجهی که من دارم بهش میکنم یعنی در حقیقت براش نشون دهنده اینه که یک
یک واقعه عاطفی داره اتفاق میفته. واقعه عاطفی وابستگی ایجاد میکنه، وابستگی هم آسیب پذیری ایجاد میکنه، پس من کلا نمیخوامش. این فرایندیه که تو ذهنشون اتفاق میفته. یعنی اساساً تا هر چقدر به یک سری از آدما کم توجهی کنی، اونا بیشتر حالشون با این خوبه. من فکر میکنم تو باید پارتنر ایدئال خودتو پیدا بکنی، نه اینکه اون حجمی از توجهی که دوست داری انجام بدی و کمش بکنی. بیا یه بازی کنیم، یه ذره از این فاز من فقط صدام میاد بیایم بیرون. خب این یه بازیه که همه میکنند، ما هم بکنیم. من سوال ازت میپرسم، سریع باید جواب بدی، فکر نباید بکنی. دیت اول کافه یا شام بیرون رستوران؟ کافه. سنتی یا دوستی توی اینستاگرام؟ سنتی یعنی چی؟ یعنی دوستا به هم معرفی کنن. من تجربهشو نداشتم، برای همین احتمالاً حالا اینستاگرام یا راههای دیگه. دونگ یا اینکه آقا حساب کنه؟ دونگو نیستم اصلا، ولی آقا همیشه حساب کنه هم نیستم. زنگ زدن یا چت؟ واقعا زنگ زدن خیلی بهتره، ولی خودم بعضی وقتا رد میدم چت میکنم، طولانی. ابراز علاقه کلامی باشه یا عملی باشه، کادو بدن؟ جفتش باید باشه، مخصوصا واسه پارتنر خانم اصلا باید بشنوه. شنیدنه یه نه دیگه برای تو یه کلمه. من اصلا کلا نمیتونم یک کلمه جواب بدم، ولی خب معلومه چیز رفتاری. خوشتیپ و بی پول باشه یا معمولی و پولدار باشه؟ خوشتیپ و بی پول باشه. دختر پیشنهاد بده یا پسر پیشنهاد بده؟ دختر پیشنهاد بده. کات کردن حضوری باشه یا اینکه تلفنی و با گریه باشه؟ حضوری باشه، هرچند که من خودم هم کات حضوری تجربهش نداشتم. بعد کات کردن بلاک و میوت باشه یا گوست کردن؟ بلاک. تمام. بلاک. رابطه رو لانگ دیستنس دوست داری یا اینکه هر روز پیشم باشی ببینمت؟ هر روز پیشم باشی ببینمت. دوست معمولی موندن با اکس یا اینکه دیگه اسمش هم نیارم؟ دیگه اسمش هم نیارم. رمز گوشی رو داشته باشی یا اینکه حفظ حریم خصوصی کنی؟ من رمز گوشیمو میدم، رمز گوشیشم داشته باشه. اوکی. کول و روشنفکر یا اینکه کمی غیرتی و حساس؟ کمی غیرتی و حساس. تو سوشال مدیا عکس 2 نفره روی پروفایل یا اینکه رابطه بدون جار زدن رو دوست داری؟ آخه عکس پروفایل 2 نفرم یه جوریه، ولی خب رابطه بدون جار زدن. تو دعوا قهر کردن و سکوت رو دوست داری یا اینکه داد و بیداد کردن و تخلیه شدن؟ داد و بیداد کردن و تخلیه شدن، که داد و بیداد کردن حالا خودش نه، ولی در راستای حل کردن موضوع گفتگو کردن گاهن با داد و بیداد. دوست جنس مخالف هم که میدونیم دیگه، اوکی یا اوکی نیستی؟ دوست جنس مخالف شوخی بزرگیه. دروغ مصلحتی برای جلوگیری اختلاف یا اینکه صادقانه با اختلاف؟ صادقانه با اختلاف، ولی من ترجیح میدم یه سری راستا رو نگم تا اینکه دروغ بگم. درسته. گذشته طرف برات مهمه یا نه؟ گذشته طرف برام مهم هست، ولی خیلی سعی میکنم توش کنکاش نکنم. تو اینستاگرام لایک کردن عکس بقیه آزاده یا خیانته؟ ببین مثلا نمیدونم، الان بذار من اینجوری ازت بپرسم، فکر میکنی یه دختر اگر بیاد ببینه که تو مثلا همش عکس لخت با بیکینی یه سری و هی میری لایک میکنی، چه حسی بهش دست میده؟ من فکر میکنم حس خوبی نیست، پس نتیجتا نه. لایک کردن عکس دیگران عکس مسئله است، ولی اوکی با این توضیحی که دادم نه. کار خونه تقسیم و برابری یا اینکه هر کی هر جوری دوست داره؟ نه، تقسیم و برابری. مخصوصا من اصلا برام لفظ نیست فقط، خب چون خودم زندگی شخصی دارم، مثلا هر روز دارم روتین انجام میدم، قطعا تو ذهنم اینه که تو زندگی مشترکم تقسیم بشه. الان تموم میشه ها. سفر کمپ و چادر تو جنگل یا هتل 5 ستاره؟ کمپ و چادر.
حیوان خونگی باشه یا نباشه؟ 4 تا گربه دارم دیگه. چه جرگه. خب بیشتر دوست داریم که بچه‌ها بشناسن دیگه. آره، این آره. سوالا برای اینه. اصلا این اپیزود برای اینه که بیشتر تو رو بشناسن. من دوست دارم آخرین سوالو بپرسم و برگردیم به بحثمون. یه بار خیانت بخشیده میشه یا نمیشه تو رابطه تو؟ نمیشه. نمیشه. دوباره چون قراره تکرار شه. خب بحث خیانت شد، برگردیم توی صحبت‌های خودمون. مرسی که جواب دادی. چقدر سخت مجری بودن، بمیرم برات که هر هفته تو مجری هم که میشینم اینجا حرف نمیزنم. حالا من دوست دارم که چون یه سری سوال ازت پرسیدم و از توی این سوالا میتونم حرفای خوبی بکشم بیرون ازت سوال بپرسم و اینه که تو دوست داری توی رابطت بجنگی تا آخرین لحظه یا اینکه واقعا نه و جایی که ببینی اینجا جای تو نیست ول میکنی میری؟ ببین تا آخرین لحظه می جنگم، واقعا تا آخرین لحظه می جنگم، ولی خب متوجه این شدم که در حال حاضر منطقم یه جاهایی بهم اجازه نمیده که دیگه بخوام ادامه بدم. واقعا من وقتی که یه نفر رو انتخاب بکنم براش می جنگم، اما خب یه جایی هم تو به این نتیجه میرسی که دیگه بیشتر از این داریم واقعا با هم می جنگیم و به هم آسیب میزنیم. در نتیجه اونجا دیگه جایی نیستش که بخوای بمونی و ادامه بدی. به نظر تو دختر مستقل تا چه حدش قابل تحمله؟ دختر مستقل، کانسپت دختر مستقل به نظر من یکی از اون چیزاییه که این اواخر همه چی رو ریخته به هم. چیزی که الان دنبالشن معمولا دخترها در حقیقت اینه که برای فرار کردن از یه سری محدودیت‌ها و چالش‌هایی که مثلا تو زندگی کردن با والدین دارن، به خاطر اون از نظر فیزیکی جاشون رو عوض بکنن، برن یه جای دیگه، پس از پیش والدینشون برن و طبیعتاً به درآمد احتیاج دارن دیگه. خب میرن دنبال این که کار بکنن. خب کار که خیلی چیز خوبیه، هیچ مشکلی نداره، ولی این کار رو از حد میگذروننش و بسیار خودشون رو تحت فشار قرار میدن و در نهایت یه خستگی خیلی زیادی براشون میمونه و بهش هم میرسن. خیلی هاشون به دستش میارن، خونه خودشون رو میگیرن، درآمدشون رو دارن، به مرور سعی میکنن که رشد بدن، اون چیزایی که دارن رو جمع بکنن، ولی تجربه ارتباط داشتن با این آدما به من اینو ثابت کرده که اینا دیگه حرف گوش نمیدن، خیلی خیلی خود رأی و خود سر و خود مختار میشن دیگه. یعنی سعی میکنن که عکت یک مرد رو داشته باشن. ببین من برابری حقوق زن و مرد رو میفهمم، ولی به هیچ عنوان نمیتونم اینو درک بکنم که مرد و زن مساویان. خب اصلا مرد و زن چجوری مساویان وقتی از نظر فیزیولوژیک اینقدر تغییر دارن، اینقدر تفاوت دارن؟ ببین به نظر من مهمترین تفاوتی که از لحاظ فیزیکی ما با خانوما داریم اینه که سایکل ما 24 ساعته است و سایکل اونا هر یک ماه این اتفاق میفته. ما صبح که بلند میشیم سرشار از ریست میشیم. آره ریست میشیم و همین باعث میشه که ما آدم‌های فراموشکاری بشیم. اتفاق دیدی دعوا میشه میگه اشکال نداره صبح بلند میشم همه چی یادم میره. توی خانم‌ها اینجوری نیستش و این اتفاق نمیفته. ولی میگم این ترند توی ردیت، توی ایکس، توی اینستاگرام که خیلی صحبت در موردش میشه و مسئله جامعه ما هم نیستش، ولی بحث اینه که الان توی جامعه ما داره بولد میشه چون پسرها توانایی مرد بودنه و حمایت 100% رو ندارن و از دخترای مستقل خوششون میاد چون تو خیلی از مسائل جلو میافتن. توی خیلی از مسائل، حالا من نباید تو پادکست تو در مورد یه سری از مسائل صحبت کنم،
خب اونجا رو چی میگی؟ میدونی تو به عنوان یه فردی که واقعا مستقلی و درآمد خوبی داری میتونی از یه خانوم، از یه دختر حمایت مالی بکنی، حتی جایی برگردی اون حرف کلیشه‌ای رو بزنی بگی آقا تو بشین خونه چقدر در میاری. خیلی حرف زشتیه، خیلی حرف زشتیه، ولی میگم تواناییشو حتی داری، ولی اونی که نداره از دختر مستقل شاید خیلی هم خوشش بیاد. نه منم از دختر مستقل خوشم میاد، از اینکه میبینم یه دختری تلاش میکنه برای اینکه جمع و جور بکنه خوشم میاد، ولی میخوام بگم بعضیاشون جنبهشو ندارن. من کانسپتشو در کل دوست دارم ولی جنبهشون خیلیاشون ندارن، مخصوصا وقتی تو سن پایین به دستش میارن. برای من خب اگه شخص منو ازم بپرسی، نه خب برای من که اینجوری نیستش که الان برای من خیلی وقتا خیلی چیزا آزاره. یعنی این که مثلا پارتنرم برای خودش یه جای شهر زندگی میکنه، منم یه جای شهر زندگی میکنم، خب این خودش باعث میشه ما اگه بخوایم کنار هم دیگه باشیم یه ذره سخت باشه، یه ذره چالش زندگی هر کدوماتون باید زندگی خودش رو رها کنه. دو تاست. یکی باید زندگیشو ول کنه که پیش اون یکی باشه به طور کلی، و برای من ایناش مزایا نیست. برای من صرفا اون حس دیدن یک کسی که داره تلاش میکنه قشنگه. تو همین سوالات صحبت از این شد که سکوت و قهر یا اینکه داد و بیداد و فلان و حرف بزنیم و به هر حال تو هر بحثی تون صدای بالایی هم وجود داره. صرفا آدم روانی نیستش که با داد شروع کنه، یه جایی وسطش رد میده و داد میزنه. کلا سیستم خودت چه شکلیه؟ اینجوری که تو دعوا به این فکر میکنی که خب اینجا من مقصرم بذار دنده عقب بگیرم، یا اینکه نه حتی اونجایی هم که بفهمی مقصری ادامه میدی؟ سوالات یه جوریه که آدم نمیتونه اون قسمتی که من مقصرم ادامه میدم بگه نه، ولی واقعیتش اینه که من قبلا مقصر بودم هم ادامه میدادم. یعنی خیلی این شکلی بودم که حق با منه، من خیلی میفهمم و احتمال خیلی زیاد حق با منه. الان که سن و سالم رفته بالاتر، تجربه هم بیشتر شده، واقعا تا جایی که میتونم تا یک لحظات زیادی این شکلی هم که من که علامه نیستم. اولا مسئله اول اینه که الان دارم رد میدم دیگه، داره سوء تفاهمی اتفاق میفته دیگه. یه دقیقه وایسا، همینجا دقیقه وایسا، بیا مطمئن شو آقای مرتضی، مطمئن شو که یعنی پیام طرف مقابل تو کامل فهمیدی. اول ازش سوال کن که ببین منظورت از این حرف چیه، بدون دعوا، با جدیت ولی بدون داد، بدون توهین. منظورت از این حرف چیه؟ اول سعی کن منظورشو بفهمی که این دقیقاً چی رو میخواست بهت منتقل بکنه قبل از اینکه دعوا شروع شه. بعد مطمئن شو که واقعاً تو تونستی مفهوم خودت رو بهش برسونی. از اینا که اطمینان حاصل بکنم، که احتمالا خیلی هم انرژی تو این مسیر صرف کردم به خاطر اینکه من تو اون لحظه خیلی عصبی بودم، ولی عصبانیت داشته کنترل میشده، و ببینم که طرف مقابل به این فرمولی که من دارم سعی میکنم پیاده کنم پا نمیده، اونجا من منفجر میشم. یعنی اون جایی که فکر کنم من میگم خب الان ببین دارم از دستت ناراحت میشم، این حرفت داره منو ناراحت میکنه، دارم دچار سوء تفاهمی میشم، یا ببین داری از حرف من بد برداشت میکنی، بیا در موردش حرف بزنی. اونجا با یه ولم کن حوصله ندارم اگر مواجه بشم، اونجا جاییه که خیلی شاید برام تحملش راحت نباشه. من حالا تراپیستم به من یه پیشنهاد کرد که بیارمش توی رابطه‌ام. حالا نکته طلایی نیستش ولی میگم اینجا بقیه هم استفاده کنن. توی دعوا و بحث به من گفتش که هیچ وقت حق ندارن دو نفر از دست هم ناراحت بشن، همیشه یک نفر قرار ناراحت بشه. یعنی اگر بحثی به وجود میاد حق ندارین دو نفری ناراحت شین. آقا تو ناراحتی؟ بشینیم حرف بزنیم، ناراحتی تو حل کنیم. این که بکنیمش تو این که آقا من از این حرف تو خوشم نیومد، تو هم به من اینو بگو. میدونی یعنی همه مسئله از اینجا شروع میشه، یه پینگ پونگی شروع میشه، یه پینگ پونگی شروع میشه که انتها نداره. و معمولا اون فرمولی که این نظر منه که تو میخوای اجرا بکنی برای کسی جواب میده که صادقانه باهات برخورد بکنه. کسی که با یه تیکه و کنایه تو رو عصبی بکنه هیچ وقت زیر بار این که بیاد صادقانه با تو صحبت کنه و بگه من این تیکه و کنایه رو به تو انداختم که تو رو عصبی کنم، تو رو ناراحت کنم. تو چه بحثی رو میخوای
باش شروع کنی، میدونی که بخوای به یه فرمول برسی. از اول صورت مسئله اشتباه بوده. ببین میدونی تو رابطه بعضی وقتا یه چیزایی ازت میزنه بیرون، یه سری باگات میزنه بیرون، بعضی هم باگشون اینه دیگه. واقعیت اینه که یه وقتی من از دست پارتنرم خیلی دلخور میشم که برام مسجل میشه که آگاهانه داره ناراحتم میکنه. یه وقتی هست خب یه چیزی گفتی، یه حرفی زدی، یه رفتاری انجام دادی و منو ناراحت کردی، من میام برات توضیحش میدم، بهت اجازه اشتباه کردن میدم. ولی وقتی که برام این داستان دیگه روشنه که تو داری از قصد برای این که منو عصبی کنی، برای این که منو ناراحت کنی، یه حرفی رو میزنی، یه زخمی رو فشار میدی، یه رفتاری رو انجام میدی، خب اون برام قابل پذیرش نیست. یه واقعیته. ببین این دقیقا میشه رفتار یه آدم امن و ناامن دیگه، که حالا خود من سیستم تعریف که هر کسی آدم امنش تعریف خاص خودشو داره. چون تو جلو دوربینی، تو بگو یه آدم امن برای تو چه شکلیه توی رابطه؟ کلا رابطه امن برای من رابطه‌ای که تا حد زیادی بتونم تو اون لحظه اون کاری که فکر میکنم درسته رو توش انجام بدم دیگه، خودم رو توش سانسور نکنم. حالا اینو بیشتر بستش میدم به اینکه بتونم احساساتم رو بروز بدم. احساسات معنیش این نیست که خشمم رو به طرف بروز بدم، داد بزنم سرش و اینجور چیزاها، ولی بتونم لحظه‌ای که میخوام باهاش حرف بزنم و داره یه حس بدی اون رابطه میده، اون حس بده رو بیانش کنم و سرکوبش نکنم، سرکوب نشم. یا وقتی که میخوام محبت کنم مجبور نشم که محبت رو از طرف دریغ بکنم برای اینکه یه سوء تفاهمی پیش نیاد. خب بعضیا وقتی محبت زیادم بهشون میکنی، اینو قبلش هم گفتیم دیگه، یه مقدار هوا برشون میداره. رابطه امن برای من رابطه‌ایه که طرف برام در دسترس باشه. گفتی در دسترس بودن یعنی چی؟ الان بذار خب اینجا بهت جواب بدم. در دسترس بودن یعنی این که اون موقعی که بهش احتیاج دارم، اگر میتونه با من باشه با من باشه، جزو اولویت‌های اصلیش باشم. من آدم بی منطقی نیستم که بگم خب اوکی من الان دلم گرفته، تو باید حتما از سر کار مرخصی بگیری، بری تو مثلا چالش با سابکاره، بعد بیای به دلتنگی من رسیدگی بکنی. نه، من خودم رو موظف میدونم که دلتنگیمو کنترل کنم تا آن تایمی که تو میتونی باشی. ولی خیلی وقتا دیدی پارتنرها این حس رو میدن که تو احتمالاً آخر صفی، یعنی همه جلوی تو هن، همه چیز جلوی تو، این تو آخرین نفری. اونو دوستش ندارم. رابطه برام امنه که طرف باشه دیگه. دمت گرم. ما بخوایم از مرتضی تو این اپیزود تنهایی یه جمله برای خودمون نگه داریم از تجربیاتش تو این روابطی که داشته تا به این لحظه، اون جمله چیه؟ زمانی برید تو رابطه که میتونید از خودگذشتگی داشته باشید. همین. مرسی که تا اینجا برنامه همراه ما بودین و به نظرات من گوش دادین. من خیلی شما رو دوست دارم و تا برنامه بعد، خداحافظ.